تاجیکان ساکنان قدیمی آسیای مرکزی دانسته شدن یاگانشان از یک قطار قبیله های آریایی عبارتند که از قدیم الایام در قلمرو تاجیکستان امروزه، ازبکستان، افغانستان، ایران و پاکستان سکونت دارند. از زمانهای قدیم حدودی که در آن تاجیکستان واقع است، نیاگان تاجیکان قدیمترین قبیله های آریایی عمر به سر می بردند. تاریخ بای و رنگین این قوم ها از رویدادهای درخشان بای بوده برای ما دوره های قدرت یا ناامیدی را روشن می سازند. تاجیکان از لحاظ شماره و مساحت جایگیرشوی یکی از کلانترین قوم های منطقه آسیای مرکزی می باشند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، تاجیکان از روی شماره اهالی جای دوم را در قلمرو آسیای مرکزی اشغال می نمایند. در جهان بیش از 40 میلیون نفر نمایندگان این ملت ارض هستی دارند و اکثر آنها در منطقه افغانستان امروزه از 12 تا 15 میلیون نفر زندگانی می کنند. حالا اهالی تاجیکستان در مجموع 10 میلیون نفر را تشکیل می دهد. طبق معلومات تاجیکان در حدود ازبکستان از 3 تا 10 میلیون، ایران 3 میلیون، فدراسیون روسیه زیاده از 2 میلیون را تشکیل می دهند. در کشورهای امثال ایالات متحده آمریکا، قرقیزستان، خیتای، بریتانیای کبیر، قزاقستان، آلمان و شوئدسیا زیاده از 1 میلیون تاجیک عمر به سر میبرند. چون عنعنه از زمان استیلای عربها دینی اصلی اهالی ملت تاجیک در آسیای مرکزی اسلام و مذهبشان سنی بود. البخاری و ابو حنیفه همچون عالمان برجسته سنی از شرق ایران بزرگ هستند. طریقت‌های صوفیسم که مشهورترین آنها در عصر 14 در بخارا تشکیل یافتند، طریقه نقشبندیه می باشند که از قدیم الایام مقامی برجسته دارند. امروز اکثر تاجیکان سنی هستند. مذهب حنفی را می پرستند و جامعه های سرشمار شیعه در آسیای مرکزی به طور عنعنوی ایرانی ها نامیده می شوند. گروه های اساسی فارسیان غربی افغانستان را عادتاً شیعه ها و تاجیکان پامیر که پیرو اسماعیلیه می باشند تشکیل می دهد. کلمه تاجیکستان و رسپوبلیکا در یک وقت نسبتاً جوان است. آن سال 1929 در خریطه اتحاد شوروی پیدا شده بود. در اینجا همه چیز عادی است. تاجیکستان سرزمینی است که در آن تاجیکان زندگی می کنند. صرف نظر از آن که نام کشور نسبتاً جوان است، کلمه تاجیک یا اینکه تاجیکستانی علاقه بیش از 1000 سال عمر دارد. اصطلاحات تاجیکی در بسیاری اثرهای قدیمی پیش از عصرهای میانه وام خورند، اما درباره پیدایش و معنای واژه تاجیک تا حال بحث و مناظره ادامه دارد. اگر از نفران راهگذر در پایتخت مملکت شهر دوشنبه پرسید که کلمه تاجیک چی معنای دارد، همه یک دلانه پاسخ می‌دهند که تاجیک برنده تاج است. گپ سر آن است که در زبان تاجیکی امثال فارسی و عربی واژه تاج معنای تاجدار است. متناسباً تاجیک معنای تاجدار را افاده می‌کند. فراموش نباید کرد که عکس تاج در مقدسات ملی کشور، پرچم و نشان انعکاس یافته است. در تشکل خلق معاصر تاجیک، قبیله‌های قدیمترین آریایی شرکت داشتند، از جمله فارس‌ها، اسکیف‌ها، باختریان، سغدیان و خوارزمی‌ها. خلق تاجیک تاریخ بیش از 3000 ساله دارد که از دو دولت بزرگ دارای شکل غلامداری حکومت تشکیل یافته است. این دولت‌ها باختر و سغدیانه نام داشتند، اما خود دولت‌ها از جهت حربی به قدر کفایت ضعیف بودند و از این رو به هجوم خلق دیگری آریایی فارس‌ها مقابلیت کردن نمی‌توانستند. محض در همان وقت تشکل خلق تاجیک آغاز یافت تا تاریخ سلاله عظیم فارس تاریخ خلق تاجیک باشد. از این رو تاجیکان تا عصر 8 فارس‌ها نامیده می‌شدند. واقعاً با ظهور عرب‌ها و گسترش دین اسلام ظهور تاجیکان وابستگی دارد. تاجیکان اولین فارس‌ها یا اولین مردم آریایی هستند که دین اسلام را قبول کردند. در عصر نوح شاه اسماعیل سامانی آسیای میانه را از اسارت عرب آزاد نموده دولت سامانیان را تأسیس داد و در همین دوره واژه تاجیک و خلق تاجیک با زبان خود فرهنگ و عنعنه‌ها پیدا گردید. تاجیکان این آریایی ها هستند.
عالمان کیها اثبات نمودند که آریایی ها واقعا خلقهای قدیمه اند که متناسباً با زبانهای گروه آریایی عائله هندو اروپایی حرف میزنند و خود این نام ظاهراً خود نام همه این قبیله ها به هم علاقمندند. آریایی ها در قلمرو هندوستان و ایران قدیم زندگی میکردند. آنها از جانب شمال نآمدند. انسیکلوپدیای بریتانیای کبیر معلومات‌های زیرین را نشان می‌دهد که با تحقیقات اکثریت عالمان تصدیق کرده شده‌اند. تاجیکان اجداد بواسطه خلق‌های آریایی میباشند که حضور دائمی آنها در آسیای میانه و افغانستان شمالی از میانه‌های 2000 پیش از میلاد شهادت می‌دهد. اجدادان تاجیکان اصل اهالی باستانی خوارزم و باختر را که در هیئت ماوراءالنهر یعنی سغدیان بودند تشکیل می‌دادند. سال 875 اساسگزار ملت تاجیک اسماعیل سامانی یکی از بزرگترین دولت‌های عصرهای میانه دولت سامانیان را تأسیس داد. در آن زمان نقش اساسی را دو شهر بازی می‌کرد: سمرقند و بخارا. این دو شهر کلانترین مرکزهای اقتصادی، فرهنگی و علمی گردیده بودند. لهجه تاجیکی آریایی غربی با اشغال موقعی برتری داشته جای باقی مانده را می‌گیرد. این امکان می‌دهد که زبان ادبی تشکل یابد، فرهنگ و علم‌های گوناگون انکشاف یافته اثرهای خطی ایجاد کرده شود. در عصرهای منبعد تاجیکان با یک قطار مشکل‌ها روبرو می‌شوند. زمین‌های آنها به سلاله‌های گوناگون تبدیل یافتند. با طفیل جنگ‌های پی در پی منطقه‌های تاجیکان را ترک‌ها و مغول‌ها ضبط می‌نمایند. از این سبب روند پنتورکیسم آغاز می‌شود، اما آن با قبیله‌های کوهستانی تاجیکستان دخالت نکرده است. مهمترین حادثه تاریخی در نیمه دوم عصر 15 به وقوع آمد که حدود تاجیکستان بر روسیه همراه گردید. سلاله روس‌ها در مقاومت با انگلیا به زمین‌های نو و بازارها نیاز زیادی داشت. از این رو آسیای میانه را ضبط می‌نمایند. افسوس برای خلق تاجیک آن زمانها نهایت دشوار بود. اکثریت مردم هم در زیر حکمرانی حاکمان خود و هم زیر دست روس‌ها بودند که این وضعیت را تیز و تند می‌کرد. ناراضگی مردم شورش دائمی را برانگیخت. با وجود این تاجیکان توانستند تجارت را در منطقه خود رشد دهند و پیش از با وجود آمدن محیط نااستوار تمام مشکلات را حل نمایند. علاوه بر این مبادله فعال فرهنگی با روس‌ها آغاز می شود. همه این با مستحکم شدن مناسبت‌ها و تشکیل ساخت صنفی جمعیت مساعدت کرد. بعدتر وقتی که جمهوری در هیئت اتحاد شوروی بود، ناحیه‌های آن نه چندان ترقی کرده به شمار می رفت. ولی امروز با جد و جهد خود تاجیکان جمهوری به دیگرگونی و رشد اقتصادیات توجه زیاد ظاهر می نماید. امروز در تاجیکستان مشکلی نیز وجود دارد، مثلا مهاجرت دائمی آدمان، ولی باوری کامل داریم که خلق تاجیک می تواند همه این دشواری ها را برطرف نموده پس سر نماید. چی طوری که در تاریخ آمده است تاجیکان خلق استوار و توانایند. در تاجیکان گپلا گروه های ایگر کروموسوم R1A برتری دارد. فرضیه وجود دارد که چنین فائزی بلندی گپلا گروه های R1 در بین تاجیکان با تأثیر اساسگزار گپلا گروه های کم معمولی G در R2 شرح داده می شود. از گپلا گروه های سمتخرندیالی O, H, T و G بیشتر معمولند. اما در مجموع دنکه میتوخندریالی در تاجیکان آمیخته گپلا گروه های اوراسیایی غربی و شرقی بوده متناسباً 62% و 26% می باشد. با این گروه ها تقریباً 10% آسیای جنوبی و 1% افریقا شاملند. این تحقیقات ارثی بار دیگر ثابت نمود که تاجیکان اجدادان آریایی بوده با اروپایی های غربی و اسلاویان ها خویش و تبارند. حال آنکه در دوره‌های گوناگون خون عرب و ترک نیز به این ملت سخت تأثیر کرده بودند. کم شخصیتی هست که این را می‌داند. البیرونی یکی از بزرگترین علامه‌های مشرق زمین، ریاضیدان، فیلسوف، طبیعت شناس، طبیب، منجم، مؤرخ و جامعه شناس، جلال الدین بلخی، عارف و ادیب تاجیک و فارس،
ابوعلی ابن سینا یکی از بزرگترین دانشمند و پزشکان عصرهای میانه در جهان که او همچون ستاره شناس، کیمیادان، زمین شناس، منطقدان، ریاضیدان، فیزیکدان، روانشناس، فیلسوف زیاده از 450 اثر را در 29 ساحه علم توصیف کرده است و معلم بزرگ تاجیک و فارس می باشد. این چنین شخصیت‌های برجسته امثال احمدی دانش، فردوسی، کمال خوجندی، رودکی، الخوارزمی و بزرگترین شاعر و فیلسوف که با خردمندی خود در سراسر جهان مشهور گشته است، عمر خیام می باشد که اصل او را نیز تاجیک و فارس می دانند. درباره تاجیکان بسیار افرادی برجسته ساحه و دور و زمانهای گوناگون سخنهای خوب گفتند. مثلا در بین آنها یوسف استالین در یک چورابینی در کرمل در نزد اشتراکچیان یک گروه فرهنگیان تاجیک 22 اپریل سال 1941 چنین ابراز نظر نموده بود: میخواهم درباره تاجیکان چند سخن گویم. تاجیکان خلقی خاصند. اینها نه ازبک، نه قزاق و نه قرغیزند. آنها تاجیکند، مردم قدیمترین آسیای مرکزی. تاجیک معنای تاجدار را افاده می کند. گویا این نامگذاری از ایرانی ها باقی مانده است، اما تاجیکان آن را اثبات کردند. از همه خلقهای مسلمان غیر روس در قلمرو اتحاد شوروی، تاجیکان یگانه خلق ایرانی تبار غیر ترک می باشند. تاجیکان مردمی هستند که زیایان آن به جهانیان شاعر بزرگ تاجیک و فارس فردوسی را معرفی نمودند و بیهوده نیست که تاجیکان عنعنه‌های فرهنگی خود را به او بخشیدند. تاجیکان دارای استعداد ذوق بدیعی بوده، مخصوصا در موسیقی، سرود و رقص آن را بیشتر ظاهر می نمایند. بعضا رفیقان روسی ما همه را به اشتباه شرح می دهند و آمیخته می کنند. مثلا تاجیکان را با ازبک، ازبک را با ترکمن، ارمن را با گرجی. این البته درست نیست. تاجیکان خلق یگانند. با مدنیت و تمدن قدیمه خود آنها مشهور عالمند. در شرایط سوویتی ما آنها آینده بزرگ دارند و در این کار ما یعنی تمام مردم اتحاد شوروی باید به آنها دست کمک خود را دراز نماییم. میخواستم که فرهنگ و هنری والای آنها مورد توجه همگان قرار داشته باشد. خلق تاجیک آینده درخشان دارد. این زمان ملت آبرومند تاجیک به یک ملت بزرگ تبدیل یافته است. عصرهای گذشته با قلمرو تاجیکان سپاهیان زیاد هجوم نموده میخواستند قوم و ملت تاجیک را نابود سازند، اما تاجیکان خود را همچون مردمی دلیر و توانا و جسور نشان داده ملت خود را از نابود شوی نگاه داشتند. تاجیکان از قدیم الایام با سلاله‌های گوناگون می جنگیدند، اما کوشش میکردند که پیش از همه مردم زنده مانند. آنها توانستند عرف و عادت، تمدن و یادگاری‌های فرهنگی خود را حفظ نمایند و به نسل‌های آینده همچون میراث باقی گذارند. فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم. قسمتی من این وطن با جسم و جانم تاجیکم. زندگی و آرمانم قول و عهدی تاجیکی، بس همه با تار و پود و خانمانم تاجیکم.